دستان اشبوش پر میشد قهرمانان هلاک شد صورتم دیدم ترسیدم گله من همین که کشیدم یک چی دراز برآمدن گرفت گفتم این رودی من برآمد است. عبدالعزیز قادراوی 102 ساله که در ناحیه شهر نو زندگی میکند این شب و روزها سرتردد است. مهمان قبول میکند، با واخوری ها میرود، با ژورنالیستان صحبت میآراید، زیرا قصه غلبه ای که او و همراهانش 76 سال قبل به دست آوردند برای همگان جالب است. ما به دیداربینی این پیر خرد رفتیم و با او دایر به کارنمایی ها، خاطره ها و ناگفته هایش صحبت کردیم. وقتی که زخمدار شدم، یاره‌دار شدم، 6 ماه دستم گیپس، پاچه هم گیپس، خط نوشتن نمیتونستم. منو گم کردن از وینچت، از سواستوپل گم کردن. نمی‌آوان بعد خانه و مکتوب می‌نویسن که قادر و عبدالعزیز قهرمانانه هلاک شده. در اینجا پدر و مادر 7 میتن، 20 میتن، 40 میتن، معرکه گیره و ناله خفه. بعد من ششونی ماه بعد شهر ساچی با آوردن. شهر ساچی با آوردن، از وی آذربایجان بردن، شهر استپاناکرت با از وی آسیای میانه با گذراندن. آسیای میانه گذراندن، شهر قرشی با آوردن. از شهر قرشی بعد کمی سیوت کردن، گفتن که تاشکند رای میکنیم. یک زنک هم دست من مساج میکرد، هم طرفدار من شده، گفته که نه این 5 سال بعد در خدمت چون دوشنبه رای نمیکنیم و تاشکند رای میکنیم. بعد دوشنبه رای میکنن. از همونجا همین یک میتیستر من از قرچه آورده در هم دوشنبه، همین رستوران وخش و یعنی گوسپیتال بود و یعنی گوسپیتال همینجا به من اپراسه کردن. اپراسه کردن، همون از خالکه اپاچه افته گرفتن. از پاچه افته گرفتن، بعد پاچه ها شد، بعد من آتش دادن خانه با. همون وقتی که من دوشنبه آوردن در درون پاییز نوشتم مکتوب. من قرشی با آمدگی من مکتوب نوشتم، خانه میدونن من آمدگی قرشی با، اما اینجا آمدگی من نمیدونن. بعد نوشتم مکتوبو از همه دری سمالات پاییز چپتوره با آمده ایستاد. بیرون پارتا هم بیرون با آدم برای که یکان سعادت فراد ما رفته سیوانچی گیریم از پدر و مادرش. برای همین سیوانچی گیری آدم ها بسیار من خطا پرتافتم. این خط هم یک آدمی همه اوچسکی ما زندگانی میکردیم همون دستی همه میغلطد. بعد خطا میبرد تعبیلچی همون کالخوز جوره قطع ما دستی همه میتید. بعد یک کشش میادد میگوید خواهی میگوید هر روزه خطاش باری بودگیزده کالخوزچی ها روز پخته بچینن، شو عدیر برافته غلط درام بکنن. مردم نیستن، هم زنها. بعد اونجا میرن علاقه میزنن. بعد میگوید این خطی عبدالعزیز خانم میگوید میبرون میخوند که من دوشنبه آوردن. من نویسم مکتوب که دوشنبه. از همونجا اسبکی میبیاد سنگمیل قلاقی ما درو به بلندی با کوه با اسبکی از همونجا همه شو میبیاد جوریمون خانه. پدرم هم میگیرد اسبکی سوار میشن میزنن میرن دوشنبه. حالی من نمیدونم که من در کجا خواب. بعد میرن همون کوچه به حیران شده میستن اسبکی نوروز شدگی. یک آدم میگذرد میگن که همین اسکرهایی که یاره‌دار شدگی در کجا خواب. بعد باید میگن که در رستوران وخش، همه رستوران وخش و یعنی گوسپیتال کردگی. انا در همینجا من خواندگی. بعد همه سهر خیستم دست رو ششتم و بعد دست رو ششتم یکشی بندی پام بعد کشار شد. ای خدا ای چی باشد؟ همین کشیدم یک چی دراز برآمدن گرفت. من گفتم این رودی من برآمده است. کشیدم برآوردم
مورباچه من انمی قطار سوپ سرخ هوای حیران شدن یا کر ایسا بودم که یک دهنی تریزکت گذاشت شب که اینتا قضاقا می پوشن که دو طرفی که تابستان با پوشیدگی پدر من تاباشی بودن با ایسون گذاشت تا نیا کردم پدرم بعد تخت کردم که تا نیا کردم تو ده همیزه میگفتن من ده همیزه بودم من حاضر میبرم بعد اون وقتاش چک اسکتی میگردم چک اسکتی برام بدم که اسباشون بلوار و بسته موندگی الا همون جوریم اسب دستی تو ایسا دستو پدرم من کفته گشتید کجا باشه گفته بعد رامده پای زیارت کردیم وقت هم دیگر 5 سال با هم دیگر دیدیم همینجا بیو بعد من گفتم که اکنون مادرم دیگرها نبیان که من اپریسه میکنن من بعد برامده نمیتونم خفه میشم نه همین درست پس بود که مادرم عمیم با یک عمه بچیم دادرم خواهرم 6 کس شده رفتن با رفتم با هم دیگر دیدیم با خیسته آمدن همه خیلی نصیب بوده است دیگر همه نبردن به خاطرم هست چی گفته بودید؟ من شعر که نویسندگی من اگر گوش کنید خوانده میتیم بخونید بسیار وقت است که خاموشم نه مکتوب نه خبری خوشم سبب آن هست که بیهوشم به درگاهی تو مینالم محافظی وطن بودم سنایپری کهن بودم من سنایپر بودم محافظی وطن بودم سنایپری کهن بودم به جنگی تن به تن بودم به درگاهی تو مینالم بعد از دوشنبه آمده اپریسه کردم پس با 2 مصرع دیگه نویسم به جراحان دوشنبه زاره کردم روزی شنبه پاره کردند شد حالم به درگاهی تو ملالم سال 43 از قرچی نویستم بعد دیگه دست پاهم به کار در آمد بعد همین مکتب خودم نویستم مسابقه شد حال پیش از جنگ مسابقه شد در مسابقه در تیرپرانی 6 تا تیر میداد 3 تا میشین کلان مایده با مایده سنایپر یراقم بالای همون نتیقم اپتیک ماندگی اپتیکا 10 مراتب کلان کرده نشان میداد میشینه 10 مراتب نزدیک کرده نشان میداد همین ما وقتی که میزدیم از لباسش کمانده را میشیلاتیم نمیسه از لباسش میشیلاتیم چون که اگر 1000 متر باشد 100 متر به نشان میداد در 100 متر لباسش شناخته نمیشد میشناختیم ما مثال اگر میشین بزباری میشد فیل باری کرده نشان میداد اینا البته میرساندیم من جای یکمه گرفتم در تیرپرانی جای یکمه از همین از پختکاری من همین شهر نو یک نارف با مراد میگفتن و جای دیومه گرفت ما با 6 تیر میدید هر یک میشین با 2 تیر من هر یک میشین 1 تیر که دیدگی 3 تیر اکنام کردگی وای 2 تیر اکنام کردگی وای جای دیومه گرفت من جای یکمه بعد من از کماندر پولک پرسیدم بلقدر نستودن ما با ابی اولای بلقدر نست زخلاش استرلبا بعد من گفتم که ممکن نمی همین خدمت های ماهانه در وینه کمت شهر نو نویسی همون ها دانن که ما چه خیلی خدمت کردیم با پدر و مادرمان برده رسانن که ما چه خیلی خدمت کردیم ماشنا گفت خلاشی مثل گفت بعد سهر آمدن ما صورتم را کلان کرده گرفتم در کتاب تو автомат و این کمت رای میکنن از همینجا میبرد همه کون که و این کمت تقامشون بابا این با دلبای میگفتن همین بین صورتی من میشنه این جهانی من میگفت و یعنی سال یوم چساس همراه میشد سنگ میلم را قشلا جای تولد ما با
صورتی من میبرند همه میترسند این یا اون کس پراندگی یا گریختگی همین خیلی گمان میکنن خلق جمع میکنن من بگم که من همین فرزند شما هون در جای یکم در یک پولک جای یکم گرفتن آدم باید شما همین عبرت گیرتان فرزندانتان نگریزانتان از خدمت همین خیلی دوبار شده که من اگر آدمش که زندگی مونده که اثبات کند ما با هم گفتم که 3 بار نزدیک کردن نشون میداد 10 بار کلان کردن نشون میداد ما با همین زجیگات ترد هست میدرندگی هست و در میگیرندگی هست همون در من زدیم هم رسیدم برآورد در گرفتم جای در که گرفت میقلتاد و 3 بار شما همین کار کردید 3 بار همین کار کردیم من و اونجا نویسندگی وقتی که من گم میکنن من مینویسند که قادر و عبدالعزیز 3 نیمیز سمالات نیمیز زده غلطانده قهرمانان اخلاق شد وقتی که گله دارم گفتم روبروی رایان ترسیدم خیال کردم که از روی ایمان یکان شکایت دارد یکان دعوا دارد می‌دارد اون پرزیدنت هم جواب حیران شده ایستادن من گفتم دعوای من همین که گله من همین که به ما همه چی میرسد ما یکان چی کمبودی نداریم لیکن شما در ناحیه ما کم می‌بیایید اگر شما تیز بیایید در شرافت پای قدم های شما راه ها وسیع می شود امارات ها قد می کشد شهر نو آباد می شود بعد خنده به آمدن و بعد فرامده پیشم آمدن پیشم کمپیرتان هست گفتن من گفتم کمپیر مردگی گفتم حاضر گفتن از همجه کمپیر گرفته تم شما با من گفتم نه جناب عالی گفتم برای کمپیر تیر دارو نیست گفتم بعد خندیدن و گفتن که شما کی نگاه بین میکند من گفتم هم یک کلی نماز همه نگاه بین میکند گفتن نباشد گفتن پولی همون توی گفتم من حاضر شما با طرف رایی میکنم خانه رفته استید گفتن بعد آمده من همی کرار بشیدیم تقریبا 1 ساعت پس بود که گل محمدوف ریگر بر رئیسی حکومت بود همین ها در آمدن دروازه کشادن در آمدن توفه جناب عالی قبول کنده گفتن پیاز و کارتشکه و برنج و روغن و آرد و تمام چیز شکلات و 1 گوسفند کشته 2 کپیچ کرده گوشتی گوسفند رو آوردن بعد اینجا شدیم بعد برآوردن همه توقیش من پوشیدم همه توقی کرتا جامه رومال کاستوم بروک با برآوردن دستم بدادن و ما دعا دادیم در جناب عالی و با خیستان رفتن ساچی با آوردن ارادار شده آمدیم ساچی با آوردیم مرد نیست گوسفند همه دخترها 12 ساله 15 ساله 18 ساله 17 ساله دخترها بعد لباس های ما کشیدن میدان به منظر لباس اگر همین تا کنید پس گردنتان دستتان از شبوش پر میشد 6 ماه من لباس ما کشیدگی نیستم سیملانکا کردگی روش مسکرافا کردگی سمالات نمیس میگذرد زمین و تربی فقط پیشکه برآوردگی شب علاوه میکنیم ریشون زب زرد موهای سر زب زرد 6 ماه من لباس نکشیده وطنه در 6 ماه بعد جاندار نمیکنید نه الان همین لباس های ما کشیدن تیپ کردن یا من نه یا خودی من نه همون چند کسی که آوردن ما مانند ما برید تیپ کردن علاوه زدن علاوه سر دادن بعد در آوردن مایا شویه گرفتن موهای سر گرفتن هم موهای بدن گرفتن بعد در آوردن حمام کرده برا آوردن بعد اپراسیون کردن پایا من خوشم رفته است
برده یک جا به خواندن سحر یکی شما کشادم قواتم به یک آینه کلان موندگی تا آینه نگاه کردم صورتم دیدم ترسیدم باختم من احوالم همه خیلی شده است بعد نگاه کردم دستم گیپس کردگی پاچم گیپس کردگی بیهوش شدم گیپس کردن آوردن خواندم سحر و باهوش آمدم این دورهایی که ما معلم بودیم پخته چینی بود بغلم و پخته ما طلبه های برآوردگی قطعی طلبه ها اکنون همین خودصورتی خودم علاویده گرفتگی این یک تترزنک حال کشی اصلا این زنده حالی زنده این کسلی نکن این میسسره بودگی وقتی همین جنگ با همون فرانده میسسره بودگی این سنت پترزبورگ با این سنت پترزبورگ من یه آدم از دوشنبه انا این من این کپیتان راهبرامون ما بردگی آدم همین آدم خب بعد ما وقتی که بردن صورتهای مهان زدگی در ماشین ها در پیش ماشین اقساقال دیواناست دیوید لیت تاجیکستان حال اون وقت 99 بودیم حالی 100 درآمدگی نبودیم سال 19 اقساقال دیواناست دیوید لیت تاجیکستان بعد همین رئیس تاجیکا انا همین رئیس تاجیکا انا در همون لنینگراد میگوید که این از تاجیکستان ما مهمان آمده تو جویتان کافته ما از گسنسه یافتند و گفتن که شما تکلیف دارد رئیس تاجیکا بعد ما رفتیم یک اینستیتوت بود است международный институт русский языка این رئیس تاجیکا در همجا جانشین دیرکتور بود است همه ما وطن ملت اخون تاجیکا آمدن اما ما اینا نمیبینیم گفته تکلیف کردن بعد ما دیدن و بعد گفتن که بعد رفتن ضیافت کردن ششلیک سمبوسه نان نوایی همه خوراک های ملی بعد گفتن که پگاه نماز جمعه با گفتن ما شما با ماشه رایی میکنیم بیایید در مسجد ما بعد تو ماشه رایی کردن ما مسجد با آمدیم نماز جمعه همونجا خواندیم بعد که من گیر کردن ما اونا شما اگجا میشید بعد همونجا با یک پسیالکه بوده است لوباوا همون پسیالکه با 7000 تاجیک شهید شدگی بوده است 7000 تاجیک گفت که انا همون لوبابا و میریم گفت شما یک کنوبا میگیریم گفت انا بعد در هم سری قورا گفت گلدسته میمانتان بعد رفتیم پیش ماشین بچی 100 کیلومتر رفتیم پیش جنگل گرفتگی قشلاق روسی یک خانه 2 اتاژه دارد در آمدیم همین سیمنت کردگی گرد از پنجره گرفتگی یک هکتار زمین با همون 7000 آدم در همینجا گراندگی ناماش نوشتگی بکوه A B V G همین خیل نوشتگی بعد من قرآن خواندم گلدسته ماندیم و بعد گفتم که اینجا کجا بعد گفتن که پسیال کن لوبا گفتن داری همون وایبا هیکلی تویچی ایرگیو تاجیک من گفتم این چی شده قهرمان شدگی بعد همون خوربان گفت که این گفت همون خانه 2 اتاژه گفت زده میدارا گفت تو جای کماندری نیمسا جنرال نیمس در همه زندگانی میکرد در ادارو محکم میکند گفت بعد همه تیریزه گفت تیر باران میکند گفت بعد تیرش تمام میشد گفت وقتی که تمام میشد گفت خاموش میشد بعد میگن که خانه علاو زنیتان خانه علاو میزنن گفت این یک تا گرانت زپاس داشته همون گرانت میجقد و بالای همون جنرال با تیریزه خودش میپرتاد جنرال هم میکفد خودشم انا همون هیکلی هوای گیروی سویت توی چیریگی تو قهرمان اتفاق سویتی 2 زبان کتی نویسگی انا همونجا بعد ما زیارت کردیم بعد ما آورده با در سمالات سوار کردن انا همین
ما سنت پترزبورگ همچون اشتراکچی آزاد کننده بلاکاد شهر لنینگراد آزاد کننده بلاکاد شهر لنینگراد همچون هوای شده ما رفتیم اونجا. وقتی که من سخن گفتم این کس تعظیم کردن تا همین وقت نخندیدن. وقتی که من همین گپی گفتم بعد کلوک گفتن بعد همین انمی تعظیم کردن بعد پیشم فرامده آمدن. این من همین مکتب جامعه من مدیر علمی بودم، من زوج بودم. همیشه با 2 معلومات عالی دار بودیم. 2 من یکم من خود من دوم عثمانوف معلم اینترنت. این هم معلمایی که در همین مکتب ما بازوای شکالا بود. همین این همکارای من، اینها همکارای من. از اینها 1 نیم تا ماندگی ده همش مردگی. براتف و محرم خان و این همش مردگی نه. من مدیر علمی بودم. من همه وقتی کارم شد خوابم نمیبرد، بیدار میکنم نبره خیز من اینجا بر، من اونجا بر، من اینجا بر، من اینجا آلمان، من این خامتاک کن، من لایکن. من دید من حالا انگوری من 1 بار خامتاک کردگی، من کرچکی من علاقه آموندگی. همه چیز خودم نمیکنم، عدستم نمیبود، نکی میفرمم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة صلوات تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها جمیع الحاجات و تطهرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها انک اعلی درجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات. سبحان الله به هر دمم بیارم تی، سبحان الله کشایشی کارم تی، سبحان الله به عزت کن فیکون، سبحان الله مرادی همین جوان مردای حاصل کن. و صلی الله تعالی علی خیر سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا رب العالمین.